و یه سلام گرم دیگه به مخاطبین دوره‌های هضم زبان انگلیسی با جیمز، با یه دوره دیگه به نام دوره انگلیسی در سفر در خدمت شما هستم. من با اسم جیمز میشناسید. محمد علی محمدی هستم، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده اولین دوره‌های تخصصی هضم در حوزه لغات انگلیسی، هضم 504 واژه، هضم 1100 واژه، هضم نکات و اشتباهات رایج در آیلتس و مکالمات روزمره در پلتفرم‌های آیتیونز، کست باکس و گوگل پادکست. خب دوره ما دوره انگلیسی در سفر خواهد بود. دوستانی هستن که سفر زیاد میرن یا حتی میتونم بگم که سفر یه روزه هم که باشه، به درون کشوری هم باشه، به شهرهای توریستی کشور عزیزمون ایران باشه، پیش میاد. حالا یه سوال خیلی ساده اگه توریست میخواد بپرسه، حالا همون لحظه میخواد اصلا یه بحث مکالمه‌ای رو باز کنه و اون لحظه خب رجوع میکنه به برنامه‌های مثل مترجم گوگل، مترجم‌های همزمان بومی‌سازی شده داخل کشور. ببینید نیازی به این کارا نیستش. کتاب انگلیسی در سفر خودش یعنی اینکه آقا طرف وقت کافی واسه یادگیری عمری زبان نداره، ولی میخواد کارش رو راحت راه بندازه و به قول گفتنی گلیمش رو از آب بکشه بیرون. خب ما هم هدفمون همینه. میخوام برای اولین بار تو کشور دوباره مثل دوره‌های هضم قبلی که انجام دادیم و فیدبک‌های خیلی خوبی هم دریافت کردم از دوستان و بابت این فیدبک‌ها بسیار ممنونم که باعث هرچه بهتر شدن کیفیت دوره‌های آموزشی بود. میخوام برای اولین بار کتاب انگلیسی در سفر رو به شکل کاملا تخصصی و کاربردی محور با انواع مثال‌های تخصصی نسبت به کشور خودمون پیاده سازی بکنم. مثال گفته، لغت، تلفظ گفته. خب درسته، ولی ما روحانی کامل نخواهیم داشت. اگر حتی روحانی هم انجام بشه، مثال‌ها از خود بنده هستش. از هر جمله بیشتر مثال میگیم، به اصفهان اشاره میکنیم، به شیراز اشاره میکنیم، به توریست‌های داخل کشور اشاره میکنیم و اینجوری شما میتونید که انواع جملات رو در حوزه خرید و فروش، سوال پرسیدن در مورد مسیرهایی که میخوایم پیدا کنیم روی نقشه، حالا هر سوال دیگه‌ای که یک شخص نیاز داره تو انگلیسی اگه توریست بپرسه یا کشور دیگه بپرسه، شما بهشون مسلط بشید. هدف این دوره فقط همینه. پس ما اینجور نیستش که همزمان گرامر تخصصی با هم کار کنیم، نه. مهم اینه که فایل‌های صوتی کوتاه خواهیم داشت از مراجع خرید، کسب و کار، املاک، خرید و فروش خونه، بیان مشکلات یا مثلا گم کردن مسیر و پیدا کردن مسیر و اینکه میخوای یه سوال خیلی عادی هستن در مورد اون کشور بپرسی، فلان مکان کجاست، من چجوری برم اینجا، تاکسی رو کجا بگیرم، پلتفرم اتوبوس کجاست، من کجا باید وایسم، یه همچین مثالایی خواهیم داشت. خب درس‌ها طبقه بندی شده است و هر درس با نام فارسی در کست باکس طبقه بندی خواهد شد. پس طبقه بندی شده لطفاً بیاید بالا که به قول گفتنی از بیس برسیم به بالا. دوستانی هم که پیش زمینی خیلی تخصصی دارن خب میتونن فقط به اون سرفصل‌های مختص خود اشاره کنن. خب دوستان عزیز، صحبت میذاریم کنار و میریم سراغ شروع درسه. شروع به قول گفتنی کتاب، البته کتاب پرمحتوای انگلیسی در سفر با جیمز که میشه دوره هضم انگلیسی در سفر با جیمز. شروع میکنیم.